ارتش اسرائیل میگوید که روزی دوشنبه به پایگاه‌ها و مکان فرماندهان حزب الله لبنان حمله کرده است. مقامات لبنان گفتند که قریب 100 زن و کودک در این حمله ها کشته شدند. با نشر نوار اسرائیل گفت به انبار اسلحه حزب الله حمله کرده است. شامی روزی گذشته بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل به مردم لبنان پیام داد. اسرائیل با شما جنگ ندارد. این جنگ با حزب الله است. سال هاست که حزب الله از شما چون سپر استفاده می کند. موشک ها را در خانه و تهخانه های شما جا کردند. موشک هایی که به مردم و شهرهای ما ضرر می رسانند. برای حفظ مردم ما آنها را باید نابود کنیم. ارتش به شما هشدار داد که از مکان های خطرناک دور شوید. هشدار را جدی گیرید. خبرگزاری ریترز وجود موشک را در خانه ساکنان لبنان مستقلانه تصدیق کردن نتوانسته است. حزب الله میگوید هیچ سلاحی را در محله های اهالی نشین نگذاشته است. هزاران نفر روزی گذشته از جنوب لبنان فرار کردند و راهها پر از ماشین بود. موشکباران و ویرانی است. کسی آنجا نماند. همه میگریزد. ما چیزهایمان را گرفتیم و برآمدیم. خبرنگار ریترز با ساکنان صحبت کرد. آنها حالا نمیدانند که در کجا جا به جا خواهند شد و کی به خانه هایشان برمیگردند. اسرائیل در حمله دیگری به پایتخت لبنان شهر بیروت گفت که علی کرکی فرمانده حزب الله را کشته است. این گروه گفت که فرماندهش سلامت است. حزب الله گروهی که امریکا آن را تروریستی می‌داند گفت که چند پایگاه نظامی اسرائیل را با موشک زد. اسرائیل میگوید که موشک‌های حزب الله را از بین برد. پس از آغاز جنگ در غزه در یک سال پیش حمله های موشکی میان حزب الله و اسرائیل نیز افزایش یافت. حزب الله میگوید تا جنگ در غزه بس نشود حمله هایش را به اسرائیل ادامه خواهد داد. نیزاهای نو میان حزب الله و اسرائیل نگرانی ها را از خطر یک جنگ بزرگ در منطقه بیشتر کرده است. مقامات امریکا حامی اصلی اسرائیل گفتند که از گسترش دامنه جنگ حمایت نمی کنند.